سلام و وقت بخیر دوستان و همراهان همیشگی فالخونه. با فال تپسی در کنارتون هستیم. امیدوارم که توی این فال به اون چه که میخواد یا جواب نیتتون هستش برسین. طبق معمول با متولدین ماه فروردین کارمون رو شروع بکنیم. دوستان ماه فروردین بچه ها میگه که یه دلنگرانی مادی یا یه بلا تکلیفی مالی دارید، اما براتون این دلنگرانی های مالی رو یه جورهای حل و فصل شده داره نشون میده. اون دسته از دوستانی که حرف میم یا حرف نون رو در اسم فامیلیتون دارید، منتظر یک گشایش در کار باشید، یک مشکل خانوادگیتون میگه ختم بخیر میشه. یه دلنگرانی کاری و اقتصادی هم اگر داشته باشین میگه ختم بخیر میشه. سفر، جابجایی و تغییر و تحولات خوب که تو روحیتون تاثیر خوب بذاره براتون میبینم. برای یه از دوستان هم نقل و انتقال یا یه تغییرات مکانی خوب دیده میشه که این باز میتونه باعث بشه که روند کارهاتون بهتر، عالی‌تر پیش بره. پس اگر دلنگران موضوع مسئله هستید، به زودی میگه این دلنگرانی و این وضعیت و شرایط براتون تموم میشه. برای دوستان ماه اردیبهشت بچه‌ها، اول اینکه در فالتون کلمه الله افتاده، این نشون دهنده اینه که انگار دنبال یک معجزه، دنبال یک حالا کار چیزی هستین که به حال خدا میکنید، قطعا به جوابی که میخواید میرسید. وعده 6 رو براتون داده تا 6 مدت آینده یک تغییر و تحول خوب در مسیر زندگیتون، روی نیت اصلیتون قدم براتون اتفاق میفته. لیلا و مینا نام‌ها بهترین خبرها بیشتر از آن شماست و تغییرات خوب هم همینطور. کلید در فالتون میبینم میگه گشایش رو تجربه میکنید. اگر گرفتاری مالی، عاطفی، احساسی، کاری دارید، این کلید نشون دهنده گشایشه و نشون دهنده اینه که انگار روزهای بهتر، موقعیت‌های عالی‌تر در انتظارتونه. برای بچه‌های ماه خرداد، اولا خب مهر ماهی افتاده. اگر مهر ماهی دارید از طرف این فرد خبر خوب دارید، اگر ندارید تا ماه مهر میگه تغییرات خوب از آن شما میشه. خبر بهبود جسمی کسی رو میشنوید، خیلی خوشحال میشین. اگر خودتون قصد جراحی و کارهای چنینی دارید، راه براتون باز هستش. همینطور براتون میبینم که انگار موضوعی مدت هاست خیلی شما رو درگیر کرده، خسته کرده، کلافه کرده، اما خب میگه از این موضوع هم راحت میشه. یه نفس راحت کشیدن رو حتما تا مهر ماه تجربه خواهید کرد. ولی خب در حالا تایم نزدیک هم میگه که انگار یه خبرهای خوب میشنوین، گره از مسیر زندگیتون باز میشه و انگار یک تغییر خوب در انتظارتون. از ناحیه پاخل مراقب خودتون باشید. حالت افتادگی، شکستگی و در رفتگی میتونه که براتون درد سرسازی بکنه. از طرف اقوام پدری هم میگه یه سری اخبار میشنوید، ولی خب زیاد توجه نکنید و زیاد پیگیر موضوع نباشید. برای دوستان ماه تیر، خب از طرف کسی که تیر ماهی یا مرداد ماهی باشه بچه خبر خوب براتون میبودم. یه سری روابط ناپایدار رو دارین تجربه میکنید، انگار مثلا کاتین، سردین یا مثلا رابطتون با همسرتون زیاد اوکی نیست. اون دسته از دوستانی که متأهلید. ولی خب میگه این موضوع هم یه تقریبا بعد 4 مدت تموم میشه. عینک توی قسمتی از فالتون افتاده، میگه که انگار نسبت به همه چیز و همه کس بدبین شدین. ادامه زندگی و میل به ادامه مسیر انگار درتون کمتر شده. حال و حوصله هیچ کسی چیز رو ندارید، اما کم کم میگه با توجه به اتفاقات خوبی که در مسیر زندگیتون رخ میده انگار روحیتون هم بهتر میشه. یه پیشنهاد جدید براتون میبینم، کاری، مالی یا احساسی میتونه باشه، ولی میگه قبلش حتما خوب فکراتونو بکنید، خوب تحقیق بکنید، مخصوصا اگر مالیه. در این مورد هم میگه خبر خوب دارید. برای خانم از مهدی و محمد نام خبر خوب میبینم و برای آقایان هم توی رابطه اگر با خانمی هستین که میم و ه نام داره، شرایط براتون میگه بهتر خواهد شد. دوستان ماه مردادی، اولا توجه کنید بچه‌ها، یه ذره میگه انگار تو چشمید، یه ذره حالا یا بدخواه زیاد دارین یا افراد درد سرساز دور براتون هستن. اینا باعث میشه که یه سری کارهاتون انگار نصف نیمه مونده. حالا جنبه منفی هم در فالتون دیده میشه، انگار دعا دارید، مشکلات دعایی یا هر چیز دیگری که به یه انرژی منفی اشاره میکنه باعث شده که کارها نصف نیمه مونده. بعضی از دوستان رو در حالت کات و سردی میبودن و انگار دلتون رو شکسته شخصی و وعده 2 رو حالا داره نشون میده که تو این مدت یه تغییر یا حالا برگشت، یه خبر، یه ادامه رابطه میتونه که براتون اتفاق بیفته. برای بعضی از دوستان اینجا دارم میبینم که انگار به یک جابجایی مهم فکر میکنید در محل کار، یا حتی میتونه برای بعضیا مهاجرت باشه. اگر روی این موضوع خیلی جدی کار کنید حتما برگ برنده میشید. مردادی یا موش تو فالتون افتاده،
حرفاتون رو برای کسی نگین و بدونید که از خودی دشمن دارین که میتونه براتون دردسرسازی بکنه، پس مراقب باشین. بچه‌های ماه شهریور مایه ها عدد 21 رو در فالتون میبینم. میتونه مثلا ساعت 21 باشه یا میتونه 21 روز آینده باشه. در این حالا مدت یک بازه زمانی خوبه که میگه یه خبر خیلی خوب رو حتما تجربه خواهیم کرد. یک کار اداری قانونیتون حتما به نفع شما تموم میشه. یک مقدار حالا وضعیت مالی خوب رو براتون میبینم، موقعیت مالی عالی رو براتون میبینم و همینطور رو غلطک افتادن کارهایی که انگار راکد بوده یا دیگه مثلا انگار سختی مالی زیاد داشتین، درجا زیاد زدید، ولی خب از این وضعیت و شرایط هم حتما تموم میشه. بنابراین اتفاقات خوب حتما براتون رخ میده. حالا توی فنجونتون هم باز توی این بخش میگه که الان انگار یه ذره گرفتار، یه ذره ناراحتی، دلنگرانی ها رو دارید، ولی خب امکان رفع شدن این موضوع حتما براتون هست و اتفاق خواهد افتاد. خب در رابطه با بچه‌های ماه مهر، کاش میتونستم حالا توی این بخش از فنجونتون لباس عروسی که هستش رو نشونتون بدم و توی حالا سینتون قسمتی که انگار به جشن و شادی اشاره کرده. این نشان دهنده اینه که اگر شما شخص مجردی هستید و این فال رو دارید گوش میدید، از نظر مسائل عاطفی و احساسی در حد شادی، عروسی، خوشحالی دارید. اگر میخواید ازدواجی چیزی داشته باشین حتما اوکی میشه و یه اتفاقی که مثلا میگم دیگه حالت پایکوبی، حالت جشن داشته باشه خوشحالتون خواهد کرد. مهرمایه ها جزو برگزیده های حالا این سینی هستین تا اینجای کار، چون میگه که انگار از نظر مالی خیلی پیشرفت براتون دیده میشه، خیلی وضعیت مادیتون بهتر میشه. بعد توی حالا بخشی از سینیتون هم شکل سگ رو میبینم، نماد وفاداری. اگر به کسی شک دارید، شکتون کاملا بیمورد از آب در خواهد اومد و وفاداری این فرد بهتون ثابت میشه. مدتیه که منتظر خبرید، این خبر خوبی به گوشتون میرسه. توی وام و قرعه کشی اگر میخواید شرکت کنید حتما این کارو بکنید، میتونید جزو نفر اول باشید و براتون دارم میبینم که انگار توی جو خانواده‌تون یه سری مشکلات حل شده، باعث میشه که انگار حالا همه اعضای خانواده شاد باشید. ناقوس کلیسا رو براتون میبینم، باز نشون دهنده اینه که یک نظری، نیتی، چیزی براتون قبول میشه و کلا منتظر اخبار و حوادث بسیار خوب حتما باشید. بچه‌های ماه آبان اون دسته از دوستانی که ببینید منتظر امضایید. حالا این امضا خیلی سرنوشت سازه. یه سری ها منتظر مثلا یه چیزی بخرن، یه سری ها منتظر امضای ازدواجن، یه سری ها میخوان یه کاری رو شروع بکنن. کلا یه استارتی که بر اساس یک امضا باشه، یک معامله مذاکره باشه یا یه تعهد رسمی باشه قطعا شروع میشه و این شروع خیلی خوبه و میتونه که براتون نوید بخش روزهای خوب باشه. ببین میگه چند وقته هی از این شاخه به اون شاخه میری، هی از این کار به اون کار، از این موضوع به این موضوع و انگار اون رشته کار از دست دادی، نمیدونی که باید چی کار بکنی. من گره های ریز ریز رو توی فالت زیاد دیدم. این نشون دهنده ذهن درگیرته، دغدغه های زیادته که داری و حتی ببینین این قسمت از فنجونت هم نشون میده دیگه واقعا روی بعضی از موضوعات صبرت لبریز شده، نمیدونی که باید چی کار بکنی. ولی خب میگه تا اینجای کار اومدی، از این به بعدش هم ادامه بده، صحنه رو خالی نکن و فرار نکن، بمون و بجنگ، اوضاع برات بهتر میشه. و از نظر مالی هم باز براتون خیلی اخبار خوب و خبرهای خوب اتفاق خواهد افتاد. در رابطه با دوستان ماه آذر، امکان یک عوض کردن یا خرید یک وسیله، بیشتر حالت ماشین رو میبینم. بچه‌ای که خرید میخوان داشته باشین، راهبرتون باز اگه تو فکر معامله مذاکره ماشین هم هستید همینطور. اینجا براتون حلقه افتاده توی این بخش از حالا نلبک سینیتون رو ببینید. حلقه نماد ادامه مسیر، اگر ازدواج میخواید با نماد مثلا خواستگاری ازدواج و اگر یه سری حالا اتفاقاتی نصف نیمه مونده، این اتفاقات و دایرهشون تکمیل میشه، کارها قشنگ و قلتک قرار میگیره. درخت کاج در فالتون میبینم، باز نماد باروری، سرسبزی و مسیر خیلی خوبه. حالا این نماد باروری و بارداری هم میتونه باشه برای خانم ها و میتونه ببین اگر شغلی، کاری، رابطه‌ای رو شروع کردی، روش الان دلنگرانی، نمیدونی که چی میشه، میگه تهش میتونه ته خوب و جالبی هم باشه. پس بچه‌های ماه آذر براتون خبرهای خوب میبینم. پذیرای یک مهمان، یک مسافر یا شخصی که وارد خونتون بشه میشید. این باز برای مجردها میتونه خواستگار هم باشه و کلا میگه اگه از راه دور منتظر کسی هستین، حالا دیدار، صلح، آشتی براتون دیده میشه. خرید خونه، تعویض خونه، لوازم خونه،
ساخت و ساز اسباب کشی هم در فالتون هست که با موفقیت انجام میشه. بچهای ماه دی، خانم های آقایانی که در حروف اسمشون ر یا ز نام رو دارید، خیلی دقت بکنید بچه‌ها. میگه کسی انگار دور و برتونه، انگار دشمنی داره باهاتون، بر علیهتون میخواد حرفی بزنه، کاری بکنه. حالا درسته که دستش رو میشه، متوجه نیت پلیدش میشین، ولی خب این روزها میگه به هر کسی اعتماد نکنید. یک قلب کوچیک رو توی این بخش از سینی فالتون داره نشون میده. بچه‌ای که تنها نماد عاشق شدن میتونید عاشق بشین. بچه‌ای که تو رابطه دیگه ذره نسبت به رابطتون حالا دلنگرانید، میگه اوضاع بهتر میشه و کم کم این رابطه عاطفی هم میتونه که ختم بخیر پیش بره. خطای مستقیم رو در سینیتون میبینم، باز نشون دهنده اینه که یه راههایی رو میخواید امتحان بکنید اما میترسید، ولی خب میگه این راه رو بگیرید و جلو برید و نترسین. کاراتون یا اون چیزی که مثلا نیتتونه اوکی میشه. قبولی در آزمون، قبولی در یک موفقیت رو جشن خواهید گرفت. بچه‌ای که نیت یک شروع جدید رو دارین در هر کار، در هر موضوع و در هر مسئله باشه، میگه لطف خدا شامل حالتون میشه و تغییرات عالی رو تجربه میکنید. بریم سراغ دوستان ماه بهمن. اتفاقا توی این بخش از فالتون کلمه بهمن رو قشنگ به وضوح میبینم. از بهمن ماهی یا هم ماهی خودتون خبر خوب دارین. اتفاق مهم زندگیتون رو تا بهمن ماه امسال تجربه میکنید. یه سند امضا میکنید، یه قرض و بدهیتون تموم میشه دوستان بهمن ماهی. همینطور میگه که انگار یک وامی تصفیه میشه، یه قرضی یا بدهی که داشتین صاف میشه و یه چیزی که به صورت اقساط خریداری شده بود دیگه میگه کاملا تصفیه میشه و خیالتون از بابت چک یا هر مشکل مالی که دارین راحت میشه. متأهل ها مراقب رابطتون باشید. یه ذره سردی و یه ذره حالا تیرگی توی این بخش از فالتون، نماد مشکلات توی رابطه زن و شوهرتون دقت بکنید. حالت بستگی براتون میبینم، داشتن دو طلسم رو برای بعضی از دوستان اشاره میکنه که باید از بین بره. از کسی که ه یا ج در حروف اسمیش داره منتظر خبر خوب باشین. همینطور دوستانی که روی یک موضوع جراحی دو دل هستید فعلا میگه دست نگه دارید. از طرف مادر و خواهرتون هم میگه ببینید حواستون بیشتر به اونها باشه. یه ذره ناخوش احوالشون رو شاهد میشید اما خب درست میشه. کفش پاشنه بلند در فالتون میبینم. امکان دعوت به یک جشن، شادی، خوشحالی خوب رو میبینم که اون جشن رو اگر برید هیچ مشکل خاصی براتون دیده نمیشه. و در نهایت برای دوستان ماه اسفند بچه‌ها میگه با یه نفر انگار دست دادید. این دست خیلی خوبیه. میتونه مثلا برای کار باشه، همکاری کاری باشه، یه قرارداد مثلا شراکتی باشه یا یک رابطه دوستی و احساسی باشه که به هر حال براتون خوبه. خانم آقایانی که متأهل هستید اگر دارید شیطنت میکنید حسابی مراقب باشین، چون لو میرید و براتون ویرانی و خرابی و آبروریزی و رسوایی دیده میشه. بچه‌هایی که میخواین برای یک حالا بگم براتون خرید درشت اقدام بکنید، میگه میتونید این کار رو انجام بدید ولی فعلا چیزی برای فروش نداشته باشین، دست نگه دارین. ولی اگر خرید دارین قطعا این کار رو بکنید. براتون میبینم که انگار وارد یک موضوع جدید، مرحله جدید میشید که مرحله تازه از زندگیتون خوب خواهد بود. اگه به فکر پسنداز، اگه به فکر یه کار خوب هستین حتما این اتفاق براتون رخ میده. در فال شما هم باز حالت مورچه میبینن، نماد اینکه سخت دارید تلاش میکنید، سخت حالا میخواید که از عهده کارو بر بیاید، گاهن ناامید میشید اما میگه که بالاخره این مسیر ختم بخیر میشه و روی چیزی که میخواید شما برگ برندم خواهیم بود. یک حکمی به دستتون میرسه، حالا میتونه حکم قانونی باشه، دولتی باشه، اداری باشه، کاغذ بسته یا هر چیزی که بیشتر حالا مثلا کارهای اداری رو اشاره میکنه. در این کار هم براتون باز من موفقیت رو دیدم و این حکم هم به نفع شما میتونه که تموم بشه. اگر کنتاکتی با کسی دارین، قهرین یا ناراحتی و نارضایتی دارین، طرف خودش میتونه اقدام به آشتی بکنه و اگر کاری در اداره دولت، قانون یا مثلا کارهای درد سرساز دارید نگرانی نداره، به نفع شما تموم میشه.